السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله بسیار بسیار بزرگ، از الله صاحب جلال و اکرام دعاگو هستم که باز هم میل ما را و خواهش ما را به سوی دین، به سوی اسلام، به سوی اطاعت و عبادت الله مهربان زیاد بگرداند. الله مهربان دعاگو هستم گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت، بیماری ها شفای کامل، مسافرها و مهاجرهای ما و شما را کاراشان در برار و برکت و کشایش الله مهربان نصیب گرداند. از الله مهربان دعاگو هستم که در این ملک ما و شما، در این دیار ما و شما همیشه خوشی ها و خوبی ها و نیکی ها را الله مهربان نازل بگرداند و هر یک نفرهایی که برای بهبود این ملت، این دیار سعی میکنند، سهم میگذارند، الله مهربان خیر دنیا و آخرت نصیبشان گرداند. برادران عزیز و گرامی، چندین سوال های در اطراف نماز بیمار، یعنی بیمارم آیا باید نمازش خواند یا نخواند، یا در کدام حالت، در کدام بیماری آیا نماز خوانده نمی شود، آیا نماز عذر دارد یا ندارد. اگر ما در قطاره یا پایست میگیم، یا در سمالیات که طائره میگیم یا طیاره میگیم، یا در داخل ماشین ها و اتوبوس هایی که ما و شما هستیم، ساعت نماز آمد، وقتی نماز آمد، آیا چگونه نماز هامان در اونجا ادا شود؟ یعنی آیا مقصد راستا میخوانیم، نشسته میخوانیم، در داخل میخوانیم، در خارج میخوانیم؟ این سوال ها را برادران عزیز از ما سوال کردن و من برای شما یک فصل بگیم یا یک باب مخصوص در مختصر الوقایه، این الله مهربان رحمت کند صاحب این مختصر الوقایه را که با همراهی شرح اختصار و روایت در دست من هست، یک باب دارد فصل فی صلات المریض، یعنی آدمی بیمار یا دیگر مسائل را که من برای شما بیان کردم که در اینجا انشاءالله اونها هم گفته می شود، چگونه باید نماز خوانند. برادران عزیز و گرامی، انشاءالله من از این عباره هایی که در کتاب آمده است برای شما می خوانم و معنا میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان تعذر القیام لمرض حدث قبل الصلاة او فیها صلى قاعدا یرکع و یسجد. فرمود که اگر به شرطی که خوازن باشد، خوامرد باشد، وقتی که راستا خوانده نمیتواند، یعنی عذر برادرای عزیز در راست ایستادنش پیدا شده است، شاید گویم قدرتی در پایها ایستادن ندارد، یا شاید که اگر راستا ایستد خلاص باز یگان مشکلات و یا یگان گویم دردمندی را در یگان عضو دیگرش پیدا میکند، یا فشار خون دارد که راستا خوانده نمیتواند. خلاص هر دردی که اگر مانعی راست ایستادن باشد، یعنی دیگر قوت و قدرت راست ایستادن ندارد. یک چیز برادران عزیز باید شما دانید که
ما در سوره بقره آیت 238 الله مهربان میفرماید که حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و قوموا لله قانتین. الله مهربان اولا ما را به ادای نماز امر میکند که مادامی که بر من ایمان دارید، با پیامبر نازنین ایمان دارید، بر روز قیامت ایمان دارید، شما باید که نمازهاتون حفظ کنید. یعنی هر نماز در وقت خودش باید که شما ادا کنید. باز در این آیت علل خصوص تاکید آمد که حتما نماز عصر ای شما باید مقصد ترک نشود. حتی ما در حدیث ها هم داریم که هر کسی که اگر نماز عصرش ترک شود جمله ثواب همون روزش هم از بین می رود. این البته با خودش انا شرح و معنای خودش دارد که چرا الله مهربان نماز عصر از دیگر نمازها جدا کرد، لیکن در آخر آیت آمد که و قوموا لله قانتین. الله مهربان گفت که راستان نماز خواندن برای هر یک فرد مسلمان، خواه زن باشد خواه مرد، فرض است. یعنی به عذر اگر ما ترک سازیم راست ایستادن قیام میگیم، اگر قیام ما به عذر ترک کنیم و در جا ما نشسته نماز خوانیم نماز ما درست نمی شود. اینجا عباره ای که من خواندم گفت اگر به شرطی در شما مقصد قیام شما یعنی راستا خواندن شما وقتی که عذر پیدا کرد شما نشینین در جاتون و رکوع کنین و سجده کنین. یعنی برادران عزیز بر من خوب اهمیت بتین. من بیمار شدم دیگر راستا نماز خواندن نمیتونم، لیکن در حالت نشستگیم چه که در حالتی که شما می نشینین نماز میخوانین من باید در جام نشینم و زیرا که من سجده کرده اگر توانم، یعنی مقصد برای سجده کردن برای من یگان مشکلات ایجاد نباشد، من در همین جای نشستگیم مقصد وقتی که آغاز میکنم نماز دستم میبردارم الله اکبر در زیر ناف میبندم. چگونه ای که نماز میخونیم وقتی که همون لحظه رکوع آمد من دستم در همین حالت نشستگیم در بالای رانهای پا میگذارم و رکوع میکنم. رکوع من مثال همین مقدار است. این مقدار من باید که سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، باز از همین حالت سمع الله لمن حمیده. انا که حالتی که من سجده کرده توانم راست به سجده میرم، یعنی پیشانی من در همون زمین میگذارم، زیرا که فقط در این حالت حاضر من پاهم قوتی مثال ایستادن ندارد، لیکن میانم کار میکنم رفتنی به سجده برای من یگان مشکلات ندارد. در همین جای شیشتگیم فقط رکوع به همین مقداره، ولی در سجده رفته حتما سرم در زمین میگذارم. باز از اونجا وقتی که با بلند شدم با در همین جای شیشتگیم مقصد آمده با دستام میبندم و خود 2 رکعته باشد خود 3 رکعته باشد به همین طرز خواندن میگیرم. انشاءالله گمانم که فهمیدیم. دوام عباره را میخونیم و این تعذر مع القیام او مع برأسه قاعدا این قدره. صاحب مختصر میگد که اگر متعذر شود، یعنی و این تعذره اینجا در ما گفتیم که شرحش اختصار و روایه هست، میگه ای رکوع و سجود، یعنی مرا رکوع کردن من الکی عذر پیدا کرد، هم راستا ایستادن نمیتونم، هم رکوع کردن نمیتونم، هم سجده کردن نمیتونم. یعنی الکی حساب کنین که هر یک رکوع فرض، سجده فرض، راست ایستادن فرض، هر سه اینا در من الکی گوییم که در من شدن، بیمار شدم، نمیتونم انجام دادم. این حالت میگه او مع برأسه قاعدا این قدره. در این حالت میگه شما
وقتی که رکوع نمیتونی کرده، سجده نمیتونی کرده، راستا ایستاده نمیتونی، اگر قدرت نشستن داشته باشی، همین حالت میگه در جات بشینو و با اشاره سر نماز بخوان. یعنی من وقتی که سجده کردم میتونستم، سجده ما کردم، اگر سجده من معذور شید، بیمار شدم، این حالت در همین جام شیشتگی ده برادرای عزیز و مادرای عزیز، همین حالت شیشتگیم ده، وقتی که زمی سوره را کردم تمام شد، باید که رکوع دارم، رکوع میکنم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع الله لمن حمیده. انا کس باید سجده کنم، از بس که من سر ما به زمین برده نمیتونم، با اشاره سر سجده ما از رکوع با پایانترک میگیرم. یعنی اگر رکوع ما اینقدر بود، سجده با پایانتر که فرق کنه، انا که پایانتر میبرم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، الله اکبر. این حالتی بود که من قدرت نشستن دارم، در همین جا رکوع و سجده را با ایمای سر باید که انجام بدم، یعنی با اشاره سر باید که من نماز مخوانم. عباره دوام عباره را میخوانیم. ولا معه فهو احب، ولا معه فهو احب. میگه اینجا آمد که اگر به شرطی که رکوع و سجده معذور شید، لیکن قیام و قعود معذور نیست، یعنی رکوع کردن نمیتونی و سجده کردن نمیتونی، ولی راستو ایستادن میتونی، ببین نشستن میتونی. در اینجا چی میگه؟ میگه که وقتی که من راستا خوانده میتونم و در جام نشستن دهم، نشستن من امکانی نشستن دارم، فقط من حاضر اینجا در مشکلاتم در همه که رکوع کردن نمیتونم، سجده کردن نمیتونم. در این حالت میگه که باید راستا نایستیم و در جامون بشینیم و با همون اشاره سر از او یکی مقصد تو در راستا هم امکان دارد که در همون راستا هم با اشاره سر بخوانی، لیکن عزیزای خدا گفتن حالت نشستن که این با نزدیکتری به زمینه، در اینجا گفتن با اشاره سر مقصد نمازاتون خوانی، یعنی در حالت راستا نیست، یعنی در حالت نشستگی نمازاتون شما بخوانید. گفتن و جعل سجوده اخفض من رکوعه، چنین که من در عباره در پیشترک اشاره کردم، میگه باید سجدت ای رکوع با پایانتر باشد. من گفتم رکوع اگر این قبا باشد، سجده باید با پایانتر باشد. زیرا که حتی اگر آدمی که با اشاره نماز میخواند، اگر مثل خودش یک نفری باشد که وی هم با اشاره میخواند، او با در آدم اشاره میکردگی هم اقتدا کند، درسته. یعنی هر دو آدمایی که معذور باشند جماعت کرده میتونند. با این خاطر وی هم داند که تو در حالت رکوع یا در حالت سجده. دوام عباره را میخونیم. ولا يرفع شيئا ليسجد عليه. میگه وقتی که آدمی که بیماره وای سجده کردن نمیتونه، در جاش نشسته است و برای او اگر یک نفری همین تا یک بالش تا بیارد و مقصد وقتی سجده شد وای در همین سجده کند و با یک گیرد و با رکعت دیگه دا با بیاره همین خیر، اینش درست نیست. لیکن اگر با شرطی که یگان نفری در پیشش یگان چیز بلنده بماند و گوید که من در همین سجده میکنم، درسته ای. یعنی یک نفر دیگر باید برای او خدمت نکند، حالتی سجده بیارد ماند و سجده کند با بگیرد، اینش نادرست. ولی در پیشش گذاره و در بالای او سجده کند، مقصد اینش چی؟ زیان نداره برادر عزیز.
و الا فعل جنبه متوجها او على ظهر کذا و ذا اولا. گفتن اگر به شرطی که عباره ها میگد که اگر مادامی که دیگه این آدم حتی نشستن هم قدرت ندارد، یعنی دیگه چنان درمند شده است، بیمار شده است که حتی شیشته نمیتواند، میگد این حالت اگر چند اینجا چند صورت آوردن میگد از همه در بهترش همان طرف قبله پاش دراز میکنه و در مردم ما از قسم پشت بالشت میمونن و روی همون بیماری طرف قبله میروه، با تکیه همین خیلی سادگی پاش دراز طرف قبله، همینجا در با اشاره سر نمازش میخونه. یعنی اینجا در چند صورت آمد که مقصد میتونه که شما همون را با طرف راستش بگردونین، مقصد تا خدکی راست روش به قبله شود. لیکن گفتن بهتر و به مشکلاتش همیه که پاش دراز میکند، از پشتش یگان تکیه میمونه که مقصد چهره روش به طرف قبله میشود، همینجا با اشاره سر نمازش میخوند. و این تعذر اخرت، وقتی که گفت و این تعذر اخرت به معنای که وقتی که همین نفر بیماری که در همین حالت ها نماز میخواندن، یکی مبادای اشاره سرش هم دیگر از حرکت ماند، یعنی حتی دیگر به سرش هم به اشاره خوانده نمیتواند. همینجا برادران عزیز این آدم دیگر بگیم حالتی که نماز ای گردنش ساقط میشود، یعنی دیگر این نفری بود که بیچاره راستا ایستاده نمیتونه، نشسته نمیتونه، ببینین دیگر رکوع کرده نمیتونه، سجده نمیتونه، فقط همین قدری میتونست که با اشاره سر خواند. در این حالت در گردنش نماز فرض بود. وقتی همین حرکتی سر هم که اگر باز ماند، همینجا دیگر نماز ای گردنش ساقط میشود، تا زمانی که برادران عزیز با بهوش بیا و یا قدرت پیدا کنه و مقصد با همون اشاره سرش کار کنن. بعضی ها میگن با اشاره چشم، بعضی ها میگن با مثال لبهاش اگر حرکت کنه، زبانش حرکت کنه، این حالتاش برادران عزیز دیگر در دلالت دین ما نه آمده است. فقط آخران مرحله همین گویم اشاره سره، همین سرم که از اشاره مان، همینجا دیگر نماز ای گردنش ساقط با تا وقتی که همون قدرت اشاره را پیدا کنه. برادران عزیز من فکر میکنم که این چیز برای ما بسیار مهمه. شما دانید که بین نماز تا چی حالت امرش که امر مهم هست، عبادت که عبادت مهم هست، به ذمه ما این چیز فرضه. حتی بیماری که در بیمارخانه خواب است، میگه حتی که اگر تمام بدنش پر از خون هم باشد، حتی همون پراستینه ها و جایگاه خوابش هم که بی نماز باشد، حتی اگر طرف قبله هم که نباشد، قبله او هر طرفی که همون نفر خوابیده است، و اگر نفری باشد که طهارتش دراره، طهارتش میدارند. اگر امکان این نباشد، همون تنه که دیوال در تیمم شا میکند و نماز شا میخواند. اگر همون نفری که بیماره گوید که حالت نمازخوانی نیست، مقصد مرا پیشابم نمیسته، مرا خونی بینیم نمیسته، مرا تنام همه پری دارو است، یا من نو جراحی کردم، این آدم پیش الله گناهگار میشود. زیرا نماز ما فهمیدیم که وقتی همیش سر از اشاره میمانده است، همینجا از گردن ما ساقط میشود با تا زمانی که قدرت را پیدا کنیم. نماز بسیار امر مهم است برادران خیلی عزیز و گرامی. ما حتی در حدیث ها داریم که از نماز تا نماز گناهایت را الله مهربان میبخشد. پیامبر گرامی ما بسیار یک مثال زیبا زدن. گفتن اگر در نزد دروازه شما یک آب جاری باشد، یک دریای میرود، تو در یک روز اگر 5 بار در همون دریا آبازی کنی، آیا در بدن تو یگان چیرکه میماند؟ گفتن نه حضرت. گفتن مثال 5 وقت نماز همین مثال است.
هرگاهی که تو نماز میخوانی از این نماز تا اون نماز لغزش و کمبودی تو را اگر قصدن نکرده باشی، یعنی گناهایی را که بگوی که من اگر حاضر گناه میکنم نماز میخوانم از بین رود، این نه. بنده بی خطا نمیشود، بی کمبود نمیشود. وقتی هر لغزش و کمبودی میکنیم در یک نماز من علاکه الله پاکش میکنه، مثل 5 وقت آوازی نزد دریا میشود. برای این بسیار امر مهم که هست، بینین با فایده مؤمن که هست و خیر دنیا و آخرت ممکن هست، تا این حالت هم حتی چی هست؟ نماز هم میگه خوانید. خب دیگر عباره‌ای که آمده است و مؤمن صح فی صلات استعنف و قاعد یرکع و یسجد صح فیها بنا قائما. میگن اگر اشاره گذاره که یک آدمی که با سر اشاره میکرد نماز میخوان، مبادای در الله مهربان در درون نماز اگر شفاش داد، میگن نماز ایسر بخونه، یعنی شفایش داد که دیگر میتونه راستا نمازش خونه. این آدم میگه همون نماز آغاز کردگیشه، یعنی اونهای پیشتر خوانده بود اونا نه، همین نمازی که شفا یافت همین نماز اثر بخونه. و آدمی که در جاش نشسته میخوان، بناگاه الله مهربان شفای داد که با پاکش مقصد راستا خوانده تا نه، این آدم هم چیکار میکند؟ میگه نمازش راستا ادا میکنه. برادر عزیز، حتی در مسئله آمده است از بس که راست خواندن نماز برای زن و مرد مهم هست، میگه اگر حتی همون توانی الله اکبر گفتنش اگر بر راستا داشته باشد، همون نیتش راستا کند و دوام نماز در جا شینه. یا اگر یک رکعت اگر قوت راستا خواندن داشته باشی، یک رکعت هم که باشد راستا بخوان، بعد دوامش نشسته بخوان. اگر به شرط قدرتی یک رکعت نیت کردن خواندن داشته باشی و لیکن از همین اولش تا با آخر بشینی بخوانی، نمازت اینجا درست نمیشه. دیگر عباره‌ای که آمده است میگه صل قاعدا فی فلک جارین بلا عذر صح و فی المربوط لا الا بعذر. میگه نماز نشسته خواندن در فلک جاری به عذر درست است، لیکن در مربوط درست نیست مگر به عذر. فلک جاری چی است؟ یعنی اگر به شرطی که خواه کشتی که در بالای آب حرکت داره، یا ماشینی که در راه حرکت داره، یا سمالیاتی که در آسمان حرکت داره، یا پایزی که در راه حرکت داره، در مذهب امام ابو حنیفه برادران عزیز در حالت نشسته هم نمازخوانی میگه درست است. حالتی که وی روان باشد، حالتی که وی ایستاده باشد، اینجا در نشسته نماز خواندن، خواه سمالیات باشد، پایز باشد، چیزی باشد، وی میگه درست نمیشود. ولی در ماشین هایی که در راه هستیم برادر عزیز، اگر من قدرت یا اتوبوس قدرت داشته باشم که یعنی من در همون جا گپی من میگذشتگی های، یا من اگر مردم خواهش کنم که من نماز ما میخوانم اجازتم تین، اگر مردم بگم مایلش بجان و دیر مرحمت، این حالت من در داخل ماشین باید نشسته نخوانم، من باید بیرون برآمده و نماز من در بیرون راستا خوانم. این زمانی می شود من در ماشین در اتوبوس که مردم مقصد مرا اجازت نمیتن، یا اینکه برای اونها مقصد همین خیر خوبی نمیاره، یا در همونجا باعث جنجال و کشاکش می شود، همین حالت من میتونم که در درون همون اتوبوس یا ماشین های من نماز من نشسته خوانم. اونجا شما شرایط و امکانیت هم درون میبینید. اگر اکثر مسلمان ها باشد، یه اکثری گمان همه که شما در اقصد هست که من میکنند شما در بیرون نمازتون میخوانید. لیکن در مسئله پایز و سمالیات برای همه ما معلوم است که اونجا دیگر جای من کردنی اون نیست. برای این هم یک مسئله خیلی بحث برانگیز. من چند روز
با داملاهای خود تاجیکستان از دوشنبه تا قربان تپه همین مسئله را خیلی و خیلی پرسان کردیم، صحبت کردیم، مقصد کتابینی کردیم. خیلی مسئله اختلافی است. یعنی در مذهب ابو حنیفه عباره مختصر آورده است که به عذر هم اجازت، مقصد در همون حالت ما میتونیم که اگر من در سمالیات همین خیلی نشسته باشم، قبله من همون پیش من در همون حالت نشستگیم، من باید نماز بخوانم. لیکن باز در همین جا از خود کتاب‌های مذهبی خودمان یا مذاهب دیگر یا عالم‌هایی که امروز در روی عالم هستند، اینها هم بر نظر دیگرند. اینها میگن باید که مقصد در سمالیات هم که باشین شما راستا خسته و مقصد در همونجا طرف قبله کدام طرفی باشد همون طرف باید نمازتان خوانید. اگر برادرای عزیز من در اینجا چندین سخن علما را دیدم، لیکن اگر همه را آوردن، بسیاری از علما سوره تغابون دلیل آوردن، گفتن فتقوا الله ما استطعتم، گفتن همون مقداری را که استطاعت دارید، اگر من در درون همون پایز یا سمالیات امکانی راست خواندنش باشد، یعنی جان باشد، شرایطون باشد، همه حالت یگان مقصد مانع خدمتگارها نشم، مانع رفت آمد مردم نشم، معنیش راستا میخوانم. به شرطی که بین در مذهب خودمان اینجا در دو چیزه گفته است، یک دوران سر، یعنی امکان دارد که آدم مقصد دورانی سر شود، یعنی سرش تاب خورد، و دیگر عذری که داریم بیرون برآمده نمیتونیم. به همین خاطر گفتن که شما میتونید در همون سمالیات یا پایز نشسته نمازاتون خوانید. و همچنان علما آوردن که فتقوا الله ما استطعتم، مقداری که قوت دارید شما با همون مقدار، با همون استطاعتتان مقصد چیکار کنین؟ نماز، روزه همون را ادا کنین. و دیگر عباره‌ای که آوردن گفتن این قدر قائما صل قائما و الا صل جالسا. همین را هم جمعی علما آوردن که اگر قدرتی بر راستا ایستادن باشد راستا خوانید، اگر قدرتی بر راستا ایستادن نباشد نشسته خوانید. برای این برادران عزیز و گرامی، من برای شما بیان کردم که مذهب خودمون اجازت میده، ولی اگر ما نفری را دیدیم که در سمالیات راستا میخواند و همچنان طرف قبله میگردد، این جای ملامت و جای ایرادگیری نیست، زیرا این مسئله خیلی مسئله وسیع بد است. ولی من خودم شخصا و چندین داملایی را که پرسیدیم اونها هم سفر شدن، همین عباره را دلیل کردن که مذهب ابو حنیفه مقصد اجازت داده است که من در حالت نشستگیم مقصد همون نماز ما ادا کنم. این هم درسته. بعضی ها از علما گفتن که اگر شما در سمالیات نمازاتون خواندین، وقتی در زمین فر آمدین همه اونایی را که نشسته خوانده باشین با ایاده کنین، از سر خوانین. این هم یک قولی هست. ولی اگر ایاده هم که نکنین درسته، ولی ایاده هم که کنین، اینجا هم در این مسئله هم در بحث علما و گویم دانشمندها و مذاهب دیگر هم مذهب خودمان هم در همین یعنی فتواها دادن. برای همین از همه مهم برادران عزیز، الله برکت آتید که وقتی شما در درون سمالیات هم نماز میخوانید، اگر بینین امکانیت سمالیات ها جای طهارت ندارد، یعنی اونجا جای طهارت کردن هم نیست، اولا شما پای به طهارت داخلی سمالیات چید، اگر نشد در همون درون سمالیات مقصد شما تیمم کنید، یعنی یک ضرب میزنید در بالای همین مقصد لباساتونو دستاتون دا میمالین، یک ضرب دیگه میزن روتون دا میمالین، شما صاحب طهارتی، با همین میتونید که نمازاتون خوانید. خلاص برادران عزیز، نماز در سمالیات، در پایز، در ماشین، در اتوبوس، در مسافرتی، در بیمارخانه، در کجای باشی نباشی، نماز برادرای عزیز از گردنتان ساقط نمی شود. وقتی نماز آمد نمازاتون خوانید. انشاءالله این ببینین یک باب مخصوص در باب آدمای بیمار آمده است. از همین لحاظ طریقاش همش برای شما گفتم. فقط از الله دعا میکنیم که خداوند توفیق مانتید که
این امر بسیار مهمه ما و شما انجام دهیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين.